سلام بچه‌ها، من مامارز عبداللهی ام از تیم مستر افتر افکت. بریم امروز یه آموزش تایپوگرافی یاد بدیم. راستی یه سوال، تا حالا شما تونستین تایپوگرافی بسازین یا اگه ساختین از این تایپوگرافی راضی بودین یا این تایپوگرافی جای خفن‌تری هم دیدین؟ اگه می‌خواید تایپوگرافی خفن یاد بگیری حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. خب حالا میایم یه کامپوزیشن میسازیم و اسم کامپمون مهم نیست، رنگش هم مهم نیست. میایم داخل کامپمون و یه سلیت کالر میسازیم، رنگشو میذاریم روی سیاه به خاطر اینکه میخوایم متنمون نئونی باشه. حالا ما میایم متنمون رو مینویسیم قارکت آیدی پیج انیمیشنی ما که انیمیشنی که میزنیم داخل اون قرار میدیم. حالا با استفاده از الاین نیم اینو وسط چین میکنیم اینجوری. حالا اینجا خیلی مهمه، اینو گوش بدین. باید بریم داخل پاراگرافش و مطمئن باشین که این پاراگرافی که مینویسیم این سنتر تکست یعنی وسطه، چون که کنار باشه وسط مشکل پیش میاد. این مشکل برای من پیش اومد، پس این حتما باید بزنیم روی وسط. حالا میریم داخل کانتنتش، تکستشو باز میکنیم و روش کلیک میکنیم، انیمیت رو میزنیم و میریم روی ترکینگ. حالا انیماتوری که انتخاب میکنیم، اد رو میزنیم، پروپرتی و پوزیشن انتخاب میکنیم. یه بار دیگه انیماتور رو میزنیم، اد رو میزنیم، پروپرتی و اپاسیتی هم انتخاب میکنیم. حالا اپاسیتیشو روی 0 میذاریم، پوزیشن رو کی فریم میزنیم، استاپ پوزیشن میزنیم تا کی فریم برامون بسازه. میریم روی ثانیه 1 و اینو میاریم پایین. 130 داره، 135 خوبه. این دوتا رو تایم ریورس میکنیم و برعکس این، چون اول باید پایین باشه بعد بیاد بالا. حالا ترکینگ اماندش هم باید بزنیم اینجا، این باید منفی باشه، مثلا منفی 62 خوبه. و میایم روی ثانیه 1 و اینو میذاریم روی 0. حالا میایم داخل رنج سلکتورش، استارتش رو کی فریم میزنیم 0، اینجا هم 0. میایم روی بعدی میزنیم روی 100. حالا این همینجوری پله برامون میاد بالا. حالا یو میزنیم، اینو انتخاب میکنیم و F9 میزنیم. میایم داخل پوزیشنش انتخابش میکنیم و میایم داخل گراف تایم و این دوتا رو یکم تیزتر میکنیم تا سرعتش بیشتر بشه. حالا ببینیم الان قشنگتر شد. حالا باید چیکار کنیم؟ باید یه دوباره بیایم داخل کانتنتش، دوباره روی متنش انتخاب کنیم، یه انیمیت جدید بسازیم به نام ترکینگ. و ترکینگ اماونتش رو اینجا کی فریم میزنیم و یو میزنیم. این دوباره روی ثانیه 1 و روی ثانیه 2 کلیک میکنیم و اینو بزرگش میکنیم روی 35 خوبه. همین این بزرگ میشه، ولی اونجا به خاطر اینکه ما بهش پوزیشن دادیم و اند استارت دادیم این از پایین میومد بالا، ولی این ترکینگ از اینجا یکم بزرگش میکنه. حالا دوباره این دوتا رو کلیک میکنیم، F9 رو میزنیم تا این نرم بشه. میایم داخل گراف تایمش و این دوتا رو بازم نزدیک میکنیم. دفعه یکم تیزتر میکنیم که نزدیکش بیشتر باشه، بهتر میشه. ببینیم چجوری شد. خوب شد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ اینجا باید یه خطی درست کنیم. اینجا یه خطی درست میکنیم با استفاده از ابزار پنتول. خطمون رو درست میکنیم، میایم داخل کانتنت، شیپ و استروک و بادکاپش میزنیم روی راوند کاپ که این یکم از تیزی در پوزیشنش خوب نیست، جایش یکم پایین‌تر بیاریم بهتر میشه. حالا خوبه. حالا روی پوزیشنش کلیک میکنیم و اینجا یکی فریم میزنیم. اینجا نه، باید بریم روی ثانیه 2 و اینجا روی استاپش کلیک میکنیم، یکی فریم میزنیم، روی ثانیه 3 میگیریم بیاد این برای. حالا ما باید چیکار کنیم؟ اینجا اولین کاری که ما باید اینو بالا بیاریم. میایم روی کانتنتش، ادشو میزنیم و تریم پس انتخاب میکنیم. میایم داخل تریم پس این دوتا رو اند استارت میزنیم و میایم روی ثانیه 3 اینو میزنیم روی 50 این نصف بشه و اینم میزنیم روی 50 که این حذف بشه. حالا این دوتا رو بریم عقب‌تر، اینو میایم جلوتر روی که فریم ثانیه روی فریم 10 این برعکس باید بکنیم، اینو تایم ریورس میزنیم برعکس بشه.
حالا این درست. این انتخاب میکنیم، این دوتا انتخاب میکنیم، F9 رو میزنیم داخل گراف ادیتور و این انتخاب میکنیم و طبق معمول اینو بزرگترش بیسترش میگیم سریعتر. حالا این حرکت میکنم اینجا میام روی ثانیه 15 اینا رو میزنیم. حالا تو میگیریم یه دونه فلش میزنیم، فلش چپ رو میزنیم و یکی نمید این برتر. حالا اینا میان همیشه درسته، این باز میشه، این نقطه ایجاد میشه، این میره. حالا ما میخوایم این نقطه رو حذفش بکنیم. چیکار میکنیم؟ میایم داخل پوزیشنمون، بعد اینکه این نقطه رو قبل اینکه میخوایم اینو حذف بکنیم باید این هم درست بکنیم. F9 رو میزنیم، پوزیشنش انتخاب میکنیم، گراف ادیتور و اینا هم حالا یکم نزدیکتر میکنیم، سریعتر بود. الان خیلی بهتر شد. حالا میایم روی تکستمون یعنی قارچته اینو باید ماسکش بکنیم طبق معمول. یکی از ابزارهای کاربردیه افتر افکت، یکی از بهترین ابزارش میتونم بگم. با قدرت این ماسک رو ساختم که خیلی جا میتونید ازش استفاده کنید و بسیار کاربردهای زیاد داره. اینجا حالا جایی که این پوزیشنش خورده، این روی ثانیه 2:15 فریم اینجا ماسک پسش میزنیم و یون میزنیم تا یکم کوچکتر بشه. اینم همینطور یون میزنیم، اینو F9 میزنیم و همین روی ثانیه 3:15 فریم اینو میاریم این برتر. ببینید چجوری شد. این که آقا جلو میزنن به خاطر اینه که اینو درست نکردیم. رفتایم حالا ببینیم چجوری شد. این یکم سخت هماهنگی واسه همین هر دوتا رو F9 میزنیم تا یک جور در بیان. ببینیم چجوری شد. خیلی قشنگ. این کار ما به همین راحتی تموم شد. فقط میمونه اینکه ما بریم اینجا و بهش نمونیش کنیم. میریم داخل پنجره افکت و افکت گلو روش میندازیم. روی اولی هم همین. و حالا این گلو ریزوردش درسته، گلو ریدیوسش میزنیم روی 15 و گلو اینتنسیتیش میزنیم روی 5 و اینو کنترل C میکنیم و واسه قارکت هم همینو فیکس میکنیم. حالا ببینیم کارمون چجوری شد. با همین زیبایی کار ما انجام شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش‌های بعد خدا یار و نگهدارشون.